میفرمایند که باره این مشرکین از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم چی سوال کردن؟ از چیزی سوال کردن؟ هر وقتی که پیغمبر بزرگوار اونها سوال میکردن، جناب پیغمبر در حال جواب نمیگفتن، انتظار می ایستادن تا اینکه از جانب خداوند چی جواب می آید. وقتی سوال کردن یک مدت میگه آیت وحی، یعنی آیت نازل نشد، وحی پایان نشد، یک مدت آیت نازل نشد. جناب پیغمبر هر روز میگه این مشرکان میپرسیدن، میگفتن ای محمد سوالی ما چی شد، جوابی ما چی شد، هر بار میپرسیدن. یعنی جناب پیغمبر میگفتن حالی خبری نیست، جوابی نیست. یک مدتی از بین گذشت، این مشرکان میگه گفتن محمد خداش ترکش کرده است، خداش دشمنش گرفته است، این پیغمبری دروغی بود، پیغمبریش خلاص شد، دیگه پروردگارش براش آیت رایی نمیکنه. وقتی این سخن در حقش گفتن، جناب پیغمبر بسیار غمگین شد، حتی میگه رنگ روی جناب پیغمبر زرد شد، دردمند شد، جناب پیغمبر بیمار شد از غم و از فکر. بعد از آن رب العالمین سوره والضحی را نازل کرد. رب العالمین قسم یاد کرد، گفت والضحی واللیل اذا سجی، قسم گفت به چاشتگاه، یعنی قسم به ابتدای سحر، و قسم به شب که تاریک میشه و عالم، یعنی سیاهی و تاریکی عالم میپوشانه. ما ودعک ربک و ما قلی، ای محمد صلی الله علیه و سلم پروردگارت هرگز تو را دشمن نمیگیره، هرگز پروردگارت از تو رو نمیگردانه. ما ودعک ربک و ما قلی وللآخرة خیر لک من الاولی، آخرت برای تو از این دنیا بهتر است، یعنی اختیار آخرت در دست تو هست. ولسوف یعطیک ربک فترضی، ای محمد صلی الله علیه و سلم پروردگارت برای تو آنچنان درجه و مقامی میبخشه که تو را از خودت راضی میگردانه. اهل اصحاب میفرمایند که در تفسیر این آیت ما جناب پیغمبر را پرسیدیم، گفتیم یا رسول الله شما در کدام حالت از خداوند راضی میشوی؟ پیغمبر بزرگوار گفتند من از پروردگار راضی نمیشوم اگر یک امت هم در دوزخ بمانه، تا آخرین گناهگاری امت ما یعنی از دوزخ خلاص نکنم، من از پروردگارم راضی نمیشوم. یعنی برادران عزیز بزرگوار، این درجه را خداوند به این پیغمبر بزرگواری ما را داده است، یعنی این درجه عالی را، این قدر و مقامی بزرگ خداوند به این پیغمبر بزرگواری ما را داده است. به این خاطر من و شما باید به قدر این پیغمبر بزرگوار برسیم که این پیغمبر ما بسیار پیغمبر مهربان، بسیار پیغمبر دلسوز و غمخوار است، که حتی حضرت عایشه مادر میفرمایند که روز جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیدن که بسیار وقتش خوش است، بسیار یعنی خوشحال و خرسند است. بعد از آن گفتم که یا رسول الله در حق من دعا کن. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ای پروردگار عایشه را گناههای آشکار و پنهان، گناههای کرده و ناکرده، همه گناهاش ای پروردگار ببخش. میگه چقدر دعای زیبای جناب پیغمبر در حق من کرد. حضرت عایشه مادر میگه من از خرسندی میگه خود ما در آغوش جناب پیغمبر یعنی انداختم، پرتافتم خود ما در آغوش جناب پیغمبر. جناب پیغمبر گفت ای عایشه اینقدر خرسند شدی، اینقدر شاد شدی؟ حضرت عایشه مادر میگه گفتم یا رسول الله چقدر با چی خاطر من شاد نشوم؟ چی دعای زیبای در حق من کردی؟ چقدر دعای زیبا در حقم کردی، با چی خاطر خوشحال نشوم؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که این دعای هست که بعد از هر نماز من در حق تمام امتام این دعا را میکنم که ای پروردگار امتای من تمام گناهی کرده و ناکرده، گناهی آشکار و پنهانشون ببخش، مغفرت کن. به این خاطر من و شما برادران عزیز بزرگوار به قدر این پیغمبر بزرگوارمون برسیم، این پیغمبر را دوست بداریم و امتی خوب باشیم.